سلام و درود خدمت شما نازنینان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتون هم به خوشی و خوبی سپری شود. دوستان عزیز، کابل با ابری بودنش بسیار گرم است. چند دقیقه پیش بود این ویدیو رو که شروع کردم، هر ثانیه آفتاب پس دوباره از پشت ابرها برآمد. آدم خسته می صدای آفتاب. و به هر صورت دوستان عزیز، دوباره آمدیم به جوی شیر کابل که ببینیم کارها چقدر پیش رفته و کارها در کجا رسیده. یک دیدن داشته باشیم از بازسازی جوی شیر کابل. این طرف در فعلا فرنیچر فروشی از دوستان عزیز و همچنان بعض سای فروشی و ایگپا دیگه. میریم تا پیش سلو که ببینیم جوی شیر چطور شده. شوزی بیادر رو مایسو بیم که شو تصویر میگیره و چک فرنیچرهای از دوستان عزیز مقبول و زیبا. اگه دوستان عزیز یک چیز را که ما دیدیم و واقعا بازار میتونه، ما دیدیم روزای ابری کابل کل جای خاکستری معلوم میشه، چی در ویدیو چی در جای دیگه کلا خاکستری معلوم میشه و این یک زرگک بازار رنده است. این طرف هم دوستان عزیز میر طرف شاه دوشمشیره شهر کابل به همون قسمت رسیدیم که طرف شاه دوشمشیره میره. این دوستان عزیز کار جوی شیرم به اینجا رسیده. اون جویای شکنده میرن، فکر کنم یک جوی از طرف شاه دوشمشیره، این طرف میره یک جر و این طرف هم میوه فروشی از دوستان عزیز. شفتالو، گیلاس، آلوبالو، خربوزه، در بین شرپوری باب هم است، رومی هم است، ولی زیادتر همی آلوبالو گیلاس است چون وقتشون از دوستان عزیز. این طرف هم دیگه شاه دوشمشیره شهر کابل. شما راهش هم میبینین، البته خودشانه راهشه. این طرف هم دوستان عزیز خانه های تخریب شده جوی شیر و مجره که کندین، همون جوی کلان اون سیماش ماندگی است و دیگه این طرف سرک هم فکر کنم بکنن به خاطر ازی. این مسجد هم دوستان عزیز یک کمش فکر کنم از اولی و خانهش رفت در سرک، اما جاهای اساسیش نرفت و بسیار خوب شد. این هم دوستان عزیز جوی شیر است، خانه های کوهی بالا. البته دوستان عزیز اون طرف سرک هم کنده شده، اون طرف هم از بین رفته، اون اسکواتور هنوز هم کنده میره. بین میریم از نزدیک میبینیم که چی میکنن و چی میکنن. مسجد دوستان عزیز بیخی قدر نقشه گیریش دقیق بوده که فقط اون پایا بیرون ماند و خلاص مکمل در سرک رفت. لکن انجینرها به احترام مسجد ات ساخته نما بسیار زیبا آمده، واقعا مقبول آمده، فت آمده با سرک اما دیوالش. طرف هم دیوان دوستان عزیز کندنکاری جریان داره، اسکواتور کنده میره. یا موترهای است که خاک از اینجا رو میبرن دوستان عزیز. اسکواتور دوستان رو کنده میره دیگه، اونو قدر هم چپه شده، از اره داره بوده. انجینرها همچنان هستن دوستان عزیز، اونه متراش کرده میرن همونجا. بیاییم دوباره این طرف سرک که این طرف هم کندنکاری جریان داره دوستان عزیز. بریم از نزدیک حاله میبینیم.
اینجا تمامش دوستان عزیز کتاب فروشی ها بود، کتاب فروشی های جوشیر که نام داشت البته در تمام افغانستان، کتاب فروشی های دیگه، گودام های کتاب فروشی و بقیه چیزا. فقط اون چند دانش مانده که در نبش سرک آمدین، بقیهش دیگه از بین رفتن تا دیگه جای پیدا کنن. کتاب فروشی مانده فقط خلاص. کو هم بخش آخرشان است، هم کوچه آخرشان است. طرف هم دوستانه سنگاست، به خاطر سنگکاری آوردین فکر کنم. چون که این طرف ها دیگه سنگ نداره، کلان گل و چیزاست، ضرورت به سنگکاری دارن. اون سرک بالا هم کنده شده دوستان عزیز، یک سرک دو بالاست که از طرف پالابچکان میایه. اون دوستان عزیز که رو میبینین مکملا جدا میکنه، تخته جدا میکنه گفته یک گندونه. یک مهارت خاص پر کار داره دوستان عزیز اسکاواتور چلاندن هم که هر کس نداره اون مهارته. اسکاواتور هم از اسکاواتورهای زنجیری و هوایی هست. اینجا استاد میشیم یک دقیقه میبینیم میشه اون دیگه تختهشو میخواد جدا کنه سرکه که اونو جدا کرد. البته باید متوجه هم باشه دوستان عزیز چون اسکاواتور پایین است که نشه کنم توته قیر در سر خود اسکاواتور بفته در سر شیشه که بزنه آدم اسکاواتور والا را کسی که رانندگی میکنه را آسیب بده. اون خاطر باید متوجه زیاد باشه. از اینو ما هم ببینیم میشه دوستان عزیز. این طرف هم جویا ساخته شده دوستان عزیز، جویا سیم بندی شدن. تربوز خربوزه رو ببینین آقا خورا. خب به هر صورتش جویا سیم بندی شده دوستان عزیز، قسمت در تصویر میبینین دیگه آماده کانکریت ریزی هستن. بعد از کانکریت ریزی جوها با سرک دوباره پر کاری میشه، لودر کاری میشه، بعد از باز آماده تیر میشه دیگه که هنوز اوایل کار است و این کار زمان بر است. دوستان عزیز قالب کارا هم اومدن، قالب کاری رو شروع کردن. آفتاب دوباره کم کم شیش دوستان عزیز. وای بر ما یک جای خوشی است. این دوستان عزیز قالبا رو آوردین انداخته میرن. این هم بادرنگ چارکار از دوستان عزیز، بادرنگ چارکار هم اومده. فشاره کراچی سرا میکرد 3 تایش 20 افغانی، دانه 10 افغانی است. خب اگر 3 تا بخرین یک دانش براتون تخفیف میده. طرف هم دوستان عزیز این قالب کاری رو میبینین و فعلا کار اینجا تمام میشه. انشالله که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.